سلام به همه فیلم و سریال بازا، خیلی خوش اومدید به موویلند. من رویا هستم و توی این کانال فیلم ها و سریال های جدید و قدیمی رو معرفی و تحلیل میکنم، فکت هاشون رو میگم، وقایع منتشر نشدهشون رو پیش بینی میکنم و خلاصه که اگر طرفدار فیلم و سریال هستید این کانال مخصوص شماست. امروز برگشتم با معرفی و بررسی فیلم مأموریت غیرممکن روز شمار مرگ قسمت 1. خب من یه معرفی کوتاه میکنم، یه خلاصه میگم، عوامل فیلم رو معرفی میکنم، نظر منتقدین رو میگم و بعد میرسیم به تحلیلش. این فیلم با عنوان مأموریت غیرممکن روز شمار مرگ قسمت 1 با تهیه کنندگی تام کروز و کریستوفر مک‌کواری و کارگردانی کریستوفر مک‌کواری در واقع دنباله‌ای بر فیلم مأموریت غیرممکن فالاوت محسوب میشه و 7مین فیلم از مجموعه فیلم‌های مأموریت غیرممکنه و در سال 2023 یعنی به تازگی اکران شده و تبدیل شد به 10مین فیلم پرفروش در این سال. یه خلاصه بخوام من بگم، ایتان هانت با بازیگری تام کروز مأمور میشه به پیدا کردن یک کلید که این کلید تنها راه نابودی یا کنترل یک هوش مصنوعی به شدت خطرناکه، اما توی این راه با دشمنانی مواجه میشه که انتظارش رو نداره و پرونده گذشته ناگفتش و چگونگی ملحق شدنش به سازمان IMF باز میشه. این فیلم در ژانر اکشن حماسی اکران شده و به دلیل همزمانی و رقابت با 2 فیلم باربی و اوپنهایمر توی گیشه یکم فروش کمتری داشت، اما همونطور که گفتم این فیلم تبدیل شد به 10مین فیلم پرفروش سال 2023. این فیلم به دلیل بازی خوب بازیگران، کارگردانی کریستوفر مک‌کواری و صحنه‌های اکشن خیلی خوبش مورد تحسین منتقدین قرار گرفت. 4 کشور بریتانیا، نروژ، امارات متحده عربی و ایتالیا جز مکانهای فیلمبرداری این فیلم هستند. تام کروز در نقش ایتان هانت، سایمون پگ در نقش بنجی، ربکا فرگسون در نقش السا فاست، ونسا کربی در نقش بیوه سفید، هایلی اتول در نقش گریس، وینگ ریمز در نقش لوسر، هنری ترنی در نقش کتریچ، آسای مورالز در نقش گیبریل و پام الکساندرا کلمنتیف در این فیلم هنرنمایی کردند. راتن تومیتوز امتیاز 8 از 10 رو به این فیلم داده و راجع به این فیلم نوشته که با خطرات تهدیدآمیز در جهان و صحنه‌های حماسی و اکشن به منظور مطابقت با عنوان چشمگیر مأموریت غیرممکن روز شمار مرگ قسمت 1 ثابت میکنه که این فیلم هنوز هم فرانچایزیه که باید اون رو در نظر گرفت و دید. و متاکریتیک امتیاز 81 از 100 رو به این فیلم اختصاص داده و همچنین دنباله این فیلم با عنوان مأموریت غیرممکن روز شمار مرگ قسمت 2 در سال 2024 قرار اکران بشه. حالا میرسیم به تحلیل و بررسی فیلم. خب این فیلم طبق روال همیشگی این مجموعه حین رخ دادن یه اتفاق مهم شروع شد که اتفاقا خیلی هم روال خوبیه برای جذب کردن مخاطب. یعنی کلا فیلم خیلی شروع خوبی داشت، یعنی 7-8 دقیقه اول فیلم قشنگ تو رو درگیر میکنه، جذبت میکنه و باعث میشه که مجبور بشی ادامه فیلم رو ببینی. برات سوال پیش میاد که خب الان چی شد، چرا شد، بعدش قرار چی بشه و کاملا جذب فیلم میشی.
هیجان فیلم هم از همون دقایق اول شروع شد و چیزی که این فیلم رو زیباتر میکنه اینه که پشت سر هم به چوک وارد میکنه. یعنی وقایع فیلم خیلی سریع و پشت هم اتفاق میافتن و تو رو منتظر نمیذارن. یعنی یه چند دقیقه همه چی آرومه، بعد دوباره شوک وارد میکنه تا میای اولی رو حذف کنی، شوک دوم میاد. این فیلم حدود 2 ساعت و 43 دقیقه فکر میکنم زمانش باشه و من توی این 2 ساعت و 43 دقیقه حدود 15-20 بار با وقایعی روبرو شدم که اصلا انتظارشون رو نداشتم. بازی تام کروز از همون دقایق ابتدایی خودش رو نشون داد و در کل بازی همه بازیگرا خیلی خوب بود. صحنه‌های اکشن خیلی خوب بود، تعقیب و گریزا عالی بودن، هیجان فیلم خیلی بالا بود و چیزی که من خیلی دوست دارم توی این مجموعه اینه که علاوه بر همه اون اکشن و هیجان و تعقیب و گریز و بزن یه کوچولو چاشنی طنزم داره و این چاشنی طنز در اکثر مواقع خیلی حرفه‌ای توی صحنه‌های اکشن و تعقیب و گریز میاد و خیلی دلنشین ترش میکنه. مثلا به تصویر کشیدن اینکه مأمورها و دشمنا رو بفرستی پای نقاط سیاه و خودت در کمال آرامش به کار خودت برسی، هم خیلی جالب بود و هم خیلی حرفه‌ای به تصویر کشیده شده بود و من خیلی دوستش داشتم. بخوام یه جمع‌بندی کلی بکنم، این فیلم همه چی داشت. یعنی اکشن، هیجان، طنز، دراما، تعقیب و گریز، بزن، فیلمنامه خوب، بازی خوب، جلوه ویژه خوب، کارگردانی خوب. و فقط یه نقد میتونم وارد کنم و اونم اینه که دو پارت کردن فیلم و اکرانش توی 2 سال مختلف و متفاوت یکم دلو میزنه. یعنی خب تا بخواد فیلم دوم منتشر بشه اصلا خیلی یادشون رفته وقایع فیلم اول چی بود و ممکنه یکم جالب نیست. قبل از اینکه ویدیو رو تموم کنم اجازه بدید یادآوری کنم که تام کروز 70 سالشه و حالا علاوه بر این که شبیه 30 ساله هاست تازه از این کارا هم میکنه. یه بدلکاریایی میکنه که آدم دهنش باز میمونه. و در آخر کار بذارید این نکته رو بگم که درسته که فیلم های مأموریت غیرممکن مجموعی هستن و خب اگر از اول شما ببینید خب خیلی بهتره، اما با در نظر گرفتن این موضوع که موضوع هر فیلم با فیلم دیگه متفاوته و فقط شخصیت ها و کاراکترها مشترک هستن، حالا به استثنای 1-2 از فیلم ها، شما اگر که نخواهید از اولم شروع بکنید چندان مشکلی ایجاد نمیکنه. یعنی فقط بخواید یکی از فیلم های این مجموعه رو ببینید، مخصوصا مثلا 2 قسمت اولی چون خیلی قدیمیان، پیدا کردن نسخه با کیفیت، نسخه زبان اصلی و پیدا کردن زیرنویسش خیلی سخته. من اون موقعی که چند سال پیش میخواستم ببینم این فیلم رو، فکر میکنم اصلا زبان اصلیش رو پیدا نکردم و مجبور شدم دوبله ببینم و فکر کنم قسمت دومش اصلا نصف و نیمه بود، نتونستم اصلا پیداش کنم. اما خصوصا اگر 2 قسمت اول رو نبینید چیز زیادی رو از دست ندادید، یعنی میتونید از قسمت سوم به بعد شروع کنید. خب دوستان، این هم از این ویدیو که به انتهای خودش رسید. امیدوارم لذت برده باشید. لایک و کامنتتون به من انرژی میده. حتما منو سابسکرایب کنید اگر به این دست ویدیوها علاقه دارید و در نهایت بهم بگید که دوست دارید در ویدیوی بعدی راجع به چه فیلم یا سریالی صحبت کنم. خدا نگهدار.